درود شنوندگان گرامی. گفتارمان را از سلسله خوانش ادبی آغاز می‌نماییم. با توجه شما بازگوی کتابی اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، چهره‌های ماندگار، راوی علیزاده عبدالرشید خوجمخول. گفتار 65. مردم شریف تاجیکستان حقوق کامل معنوی دارند که با فرزندان فرزانه ملت سهم بی‌نظیر آنها در رشد تمدن عمومی بشری افتخار نمایند، آثار گرانبهای آنها را آموزند و حکمت جاویدانه ابرمردان ملی خود را خودنمای روزگار خویش قرار دهند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان. احمد دانش، ستاره در تیره شب‌های بخارا. نویسنده معروف، متفکری برجسته، عالم، شاعر، رسام و خطاط نامدار، خادم صاحب اعتبار جمعیتی، معمار و دانشمند ممتاز نیمه دوم عصر 19، معرفت پروری بی همتای تاجیک، احمد مخدوم ابن میرناصر الحنفی الصدیقی بخارایی، مشهور به احمد مخدوم دانش، زاده و پرورده شهر باستانی بخارا بوده. آثار گرانمایه ادبی و تاریخی و علمی او در تاریخ افکار اجتماعی و سیاسی و ادبی و بدیعی ملت ما نقش واقعاً ماندگار و ناستودنی دارد. استاد صدرالدین عینی از اولین کسانی بود که نام احمد دانش را در علم زمان شوروی داخل کرد و خود را به صفت نخستین محقق حیات و ایجادیات او معرفی نمود. نظر علمی استاد عینی در شناخت احمد دانش هنوز در آخرهای عصر 19 در زمینه مطالعه آثار او تدریجاً شکل گرفته، در سالهای 20 عصر گذشته به درجه فهمیش مشخصی علمی و نظریوی تشکل یافت. چنین نظری علمی استاد عینی درباره فردیت ایجادی احمد دانش اولین بار در کتاب‌های تاریخی انقلاب فکری در بخارا سال 1918 و تاریخ انقلاب بخارا سال 1920، بعد در کتاب تاریخ امیران منقیطیه بخارا سال 1923 و پسان سال 1926 در نمونه ادبیات تاجیک افاده یافته است. باید گفت که استاد عینی در نمونه ادبیات تاجیک درباره ترجمه حال، شخصیت و شرح آثار احمد دانش به تفصیل ابراز عقیده نموده. به مناسبت 30 سالگی وفات احمد دانش آمادگی خود را
برای به طبع رسانیدن کتاب درباره روزگار و آثار ادیب اظهار نموده است. همچنین هنگام نوشتن اثری یادداشت‌ها نیز تالیف کتاب جداگانه علمی را دایر به فردیت ایجادی احمدی دانش از نظر خود دور نگذاشته بود. متاسفانه استاد این خواهش خود را عملی کردن نتوانست، ولی در قسم‌های دوم، سوم و چهارم یادداشت‌ها 8 باب مخصوص را به احمدی دانش بخشیده است و همچنین در بعضی باب‌های دیگری آن نیز به مناسبت درباره او سخن رفته است و این معلومات‌ها برای محققان و خوانندگان خیلی مهم و نادر می باشد. به اندیشه استاد صدرالدین عینی، رویه نوی ادبیات نیمه دوم عصر 19 علل خصوص ظهور شخصیت احمدی دانش پدیده غیبی عالم عصر میانگی می باشد. رویش نو و اسلوب تازه‌ای که او القا کرده است نسبت به شرایط فاسد زمان خود یک رویش مستثنا به شمار رفته در زمینه استعداد فطری و فضایل الهامی ظاهر شده است. از این لحاظ تشبیه ظهور احمدی دانش به نور و یا ستاره در آسمان تاریک امارت بخارا از دیدگاه استاد عینی چون نیروی روشنی دهنده راه رستگاری و معرفت زندگی توضیح گردیده است. من بعد در آموزش افکار تاریخی و فلسفی و بدیعی احمدی دانش محققان معروف تاجیک علاءالدین بهاوالدینف، ظریف رجبف، ساتم اولوغزاده، عبدالغنی میرزایف، خالق میرزازاده، رسول هادیزاده، غفار اشورف، موسی دینارشایف، علی قل دیوان قلف و دیگران سهمی ارزنده گذاشتند. در این جاده می خواهم جهد و تلاش‌های دکتر علم‌های فیلولوژی پروفسور رسول هادیزاده را به طور علاهیده ذکر نمایم که با توصیه استاد عینی به آموزش روزگار و آثار احمدی دانش مشغول شده رساله احمدی دانش را تهیه، آماده و به چاپ رسانید و ترجمه حال و میراث ادبی و علمی این نویسنده صاحب اعجاز را در تاجیکستان به زبانهای تاجیکی و روسی آماده و منتشر کرد. با جهد و تلاش موصوف از بایگانی های روسیه صورت اصلی احمدی دانش یافت شد. علاوه بر این او چون راجع به حیات و فعالیت نویسنده مواد فراوانی را از تذکره و بایگانی های کشورهای مختلف گردآوری کرده بود، در زمینه آنها رمن کلان حجمی ستاره در تیره شب را تعریف نمود که از جانب دوستداران علم و ادب با خوشنودی استقبال گردید. در سالهای صاحب استقلالی کشور استاد دانشگاه ملی تاجیکستان پروفسور سبحان امیرزاده جداً به تحقیق روزگار
و آثار احمدی دانش مشغول شده در این زمینه بیش از 10 مقاله پرباری علمی نوشت که در مجله ادب منتشر گشتند. او نظریه های تا این دم موجوده را درباره سرآمد جریان معارف پروری در ادبیات تاجیک بودن احمدی دانش مورد تحلیل همه جانبه قرار داده به خلاصه آمد که احمدی دانش و پیروانش در ادبیات نیمه دوم عصر 19 در عمل ادیب معرفت پرور بوده عنعنه کلاسیکان ادبیات تاجیک را با بعض نویگری ها ادامه دادند. از این رو باید رویه نوی ادبیات نیمه دوم عصر 19 را چون پدیده تازه ادبیات کلاسیکی و تمایل احیایی دوره گذشته به عهد جدید بررسی نماییم، زیرا به معنی واقعیش جریان معارف پروری از سال 1905 از زمان آغاز انقلاب نخستین روسیه آغاز می یابد. به اندیشه موصوف ما را لازم است که احمدی دانش را نه همچون معارف پرور و یک نوع نماینده دولت پادشاهی روس، ترغیب کننده به قیل و قال فرهنگ و معنویت روس، بلکه با تمام شهامت و بزرگی کلاسیکیش و دهایی و ذهنیت ملیش از موقع امروزه خودشناسی ملی تاجیکان به مردم معرفی کرده باشیم. احمدی دانش تقریباً ماه اوگوست سال 1826 در شهر بخارا در عائله ناصر نام ملای کمبغل تولد شده است. نام او احمد و تخلص ادبیش دانش است. در آثار بسیاری از معاصران و نیز در آثار صدرالدین عینی با نام احمد مخدوم مشهور است و مخدوم نسبتی است که به عالمان وابسته به خدمت دولتی داده می شد. تحصیلات ابتدایی را در خاندان خود از مادرش گرفته، بعداً در 10-12 سالگی با خواهش پدر به مکتب حافظان قرآن داخل گشت. اما اگر از یک سو اصول تعلیم و حفظ متنها به احمد نورس پسند نآمده باشد، از طرف دیگر او اندک لکنت زبانی داشت که به تجوید کلام شریف مانع می شد. از این رو به اختیار خود این مکتب را ترک کرد و پدر هم این تصمیم پسر را پذیرفته در 14 سالگی تقریباً سالهای 1841 1842 او را به مدرسه ماند تا علمهای معمولی زمانه را فرا گرفته برای تأمین زندگیش به یگان منصب و مرتبه برسد. تحصیل احمدی دانش در مدرسه تخمیناً تا اولی سالهای 50 عصر 19 ادامه یافت و همزمان با فرا گرفتن علمهای معمولی مدرسه به طور مستقلانه با آموزش علمهای هیئت و نجوم، طبیعیات و ریاضیات، فلسفه کلام، طب، تاریخ، نظریه ادبیات و شعرشناسی پرداخت
و در همه این علمها دانش و تصورات عمیق پیدا کرد. او چون از ایام خردساری به هنر نقاشی و رسامی و خطاطی شوق بی اندازه داشت، در این دوره بهر صیقل هنر و مهارت خود خیلی کوشید تا در این جاده نیز موفق بشود. خطاطی و نگارگری طی سالهای دشواری تحصیل در مدرسه برای احمد دانش یک منبع تأمین زندگی بود. او بعد ختم دوره تحصیل در مدرسه برای خود مشغولیت دلخواه پیدا کردن نتوانست و در میانه‌های سالهای 50 قرن 19 با توصیه یکی از استادانش در جاده هنر به صفت معمار و نقاش به خدمت دربار امیر نصرالله جلب گردید. احمد دانش در دربار بیشتر به کتابت رساله و دیوانها و کاغذهای رسمی مشغول شده. در دایره دربار چون جوانی فاضل و دانشمند انگشت نما می گردد. امیر نصرالله به سویه دانش و خرد و اخلاق شایسته او بهای بلند داده تیر ماه سال 1857 شخصاً احمد دانش را به صفت میرزا کاتب در هیئت سفارت امارت بخارا به پترزبورگ روانه کرد. این هیئت باید به مقامات دولت روسیه به مناسبت وفات پادشاه روس نیکلای یکم عرض تسلیت نموده به تخت نشستن الکساندر یک را تبریک می گفت. امیر نصرالله به غیر از وظیفه میرزایی به احمد دانش سپارش داد که وضع سیاسی و اقتصادی روسیه را خوب آموخته نتیجه مشاهده هایش را شخصاً به او پیشنهاد کند. سفر هیئت به روسیه و شناسایی با حیات پترزبورگ که یکی از مرکزهای بزرگ سیاسی و اقتصادی و فرهنگی جهانی آن روز بود 3 ماه طول کشید و دایره نظر و جهانبینی احمد دانش را خیلی وسیع کرد. او برابری شرکت در مذاکرات و بازدیدهای رسمی دیپلماتی با چندین مؤسسه های علمی و فرهنگی مرکزهای صنعت و هنری پترزبورگ شناس شد. احمد دانش با چشم عبرت دید که رشد علم و دانش، فرهنگ و معرفت روسیه را به پایه‌های بلند ترقیات رسانیده است. بعد بازگشت از روسیه احمد دانش درباره پیشرفت‌های حیات اقتصادی و سیاسی و فرهنگی آن کشور به امیر نصرالله و اهل دربار معلوماتی صحیح و آموختنی پیشنهاد نموده باور داشت که امیر بر پایه آنها بیسامانی و بینظمی های موجوده را به نظام آورده به اداره حکومت بخارا سامان خواهد بخشید. هرچند امیر نصرالله بهره‌وری از آن معلومات را به خود لازم می‌دید، اما رواج نظام و ترتیبات جامعه روسیه را صلاح نمی‌دانست، در حالی که می‌کوشید رابطه اقتصادی و سیاسی آن سرزمین را با روسیه مستحکم کند. سال 1860 امیر نصرالله وفات کرد
و پسری سست ارادهش مظفر به تخت امارت بخارا نشست و افرادی خوشامدگو و تملقکار را در اطرافش گرد آورد. این امیر جاهل و خودپسند اندیشمندان و متفکرانی را که در زمان حکمرانی پدرش مرتبه و مقام در امور دولتی داشتند از کار آزاد کرد. از جمله به احمد دانش نیز مرتبه پستری داد و در کارهای مملکتداری کمتر با او مشورت می نمود. در این سالها مقام و وظیفه احمد دانش در دربار معلوم نبود و تنها چیزی معلوم آن است که سال 1865 با سپارش امیر رساله با نام مناظر الکواکب جایگاه ستاره ها در علم نجوم تألیف نموده است. از این رو می توان گفت امیر مظفر او را همچون یک منجم در دربار نگاه می داشت. امیر مظفر در مناسبت با روسیه سیاست نادرستی را پیش گرفت. در نتیجه مناسبت‌های سیاسی و دولتی روسیه و بخارا روز به روز تیره‌تر شد و سرانجام به نزاع‌های این دو دولت انجامید. سال 1866 ارتش شاهی روسیه به تاشکند که قلمرو خانگری قوقند محسوب می شد هجوم نموده آن را زیر اطاعت خود درآورد. امیر مظفر که خود را حامی اسلام می پنداشت در این لحظه برای مردم ماوراءالنهر سرنوشت ساز به جای آنکه در پی اتحاد و اتفاق مردم افتاده در افزون نمودن دوستان کوشد، به جنگ و غارتگری موضعهای داخل مملکت به عیش و عشرت و فسق و فساد شغل ورزیده در مسئله محاربه و مناسبت با روسیه برای خود یگان راه سیاسی و حربی مقرر کرده نتوانست و حتی هنگام مشورت پیشنهاد شخصان روشنبین دور خود را چون احمد دانش درباره بهتر بودن راه مصالحه و مدارا با این دشمن قوی به اینابت نگرفت. امیر به مقابل روس‌ها لشکر کشیده نزاع حربی را به وجود آورد و جنگ روسیه و بخارا شدت گرفته با مغلوبیت امارت بخارا تمام شد. امارت بخارا در برابر پرداخت تاوان زیاد اقتصادی به روسیه از قسمتی از حدود سرزمین خود محروم شد. پس از امضای شرطنامه صلح بین بخارا و روسیه، امیر مجبور شد که با طرفداران دوستی و صلح با روسیه از جمله با احمد دانش در کارهای من بعد مشورت کند. دانش در تیر ماه سال 1869 به همراه هیئت سفارت امیر به راه پترزبورگ برآمد. هیئت سفارت
در آخر ماه نوامبر به پایتخت روسیه رسید و تا مارس سال 1870 در آنجا ماند. پس از جنگ و محاربه و ضدیت‌های سیاسی و دیپلماتی بین روسیه و بخارا، مناسبت‌های دوستانه و رابطه‌های تجارتی و اقتصادی را از نو برقرار نمودن لازم بود. بنابراین در این سفری پرمسئولیت و با نفوذ موقع و تأثیر احمدی دانش بسیار مهم بود و در جریان گفتگوهای دیپلماتی و همچنین مستحکم ساختن رابطه‌های اقتصادی و سیاسی میان روسیه و بخارا همچون یک سیاستمدار و خادم خردمند دولتی کوشش و موقع گیری های برای هر دو جانب درست و سودمند نمود و همین تلاش ها باعث شد تا آبرو و نفوذ او هم در دایره های رسمی و هم در میان اهل علم و دانش پتربورگ افزونتر گردد. در این سفر احمدی دانش نه تنها از حیات سیاسی و اقتصادی و شیوه های مملکتداری و ساخت دولتی نظام حاکم بر روسیه خبردار شد، بلکه درباره تاریخ گذشته انقلاب‌های سیاسی و اجتماعی روسیه و اروپا آگاهی‌های زیاد گرفت. این سفرها دایره جهانبینی او را وسعت داد و باعث شد که دیدگاه انتقادیش درباره ساخت فئودالی حکومت بخارا پرزور گردد. پس از بازگشت از پتربورگ، امیر مظفر بر عوض خدمت‌های شایسته احمدی دانش در سفارت بخارا به او عنوان فخری علمی دربار اوراق را مناسب دانست و همچنین پیشنهاد کرد که در اداره دولت یکی از منصب‌های مهم را اشغال نماید. اما احمدی دانش خوب می‌دانست و باور هم داشت که اشتراک او در کارهای مأموری مملکت برای کشور و مردم منفعت نمی بخشد. از همین باعث او پیشنهاد امیر را رد نکرد، ولی آن را با هر بهانه به تأخیر می انداخت. در این میان امیر احمدی دانش را با سفارت سیوم به پتربورگ فرستاد و او 3 ماه ینور مارس سال 1874 در این شهر بزرگ روسیه زیسته در بین دایره اشراف و مقامداران آن کشور آبرو و اعتبار زیاد می‌یابد و حتی امپراتور الکساندر دوم فضل و دانش او را اعتراف و شخصیتش را مورد احترام خاصه قرار می‌دهد. شما گفتار 65 رو از روی کتاب اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان چهره‌های ماندگار در قرائت راوی علیزاده عبدالرشید خوجمقل شنیدید. کارگردان شیرعلی نگزلی، منظم آواز کریم طالبوف. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی.